Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Allah'ın adıyla. Selamun aleyküm. İnsafəli hidayətəm və İnsafəli hidayət هستم و با برنامه 38 از برنامه‌های مهندسی جهل در خدمتتون هستم. اگر خاطر شریف دوستان باشه، دیروز در رابطه با کتابی صحبت کردیم که آشنا شدیم، در اصل صحبت نکردیم، در اصل با یک کتاب دیگری به زبان ترکی و در تفکر ترک ها آشنا شدیم که بر عقلگرایی در میان عامه تأکید میکرد. اگر نگاهی به مضمون این کتاب داشته باشیم، تأکید بیشتر کتاب بر تعقله و جدا کردن توهمات و موهومات و خیالات از عقل و تعقل و عقلگرایی هستش. ما این رو شاید در کمتر در شرق، در ملت هایی که در شرق زندگی میکنن کمتر ببینیم، برای اینکه شرق آغشته به مذهبه، آغشته به فلسفه نیست. لذا ما خیلی تفکرات فلسفی رو آغازش رو حداقل از اون، حالا این بر اساس اون بحثایی که با جناب اوغوست تورک داریم انجام میدیم، بر اساس قدرت چیزی رو نشان میده و چیزی رو نشان نمیده. من این رو اسمش گذاشتم مهندسی جهل که درش یکی از خواستهای اون شستشوی مغزی هستش و این مهندسی قدرت میاد یه افکاری رو نشون میده و یه افکاری رو نشون نمیده، یه فلسفه هایی رو نشون میده و مرکز و مهد فلسفه میدونه و یک جاهایی رو نمیخواد نشون بده. ما الان نمیدونیم که چرا مثلا چین و هندوستان و مصر و بین النهرین قبل از اینها چرا مهد فلسفه نبوده. در زمانی که احتمال میدم که غرب در توحش خاصی احتمالاً به سر می برده و اصلا نمیدونم در چه وضعیتی بوده، در شرق، در بابل، در بین النهرین تمدنی وجود داشته که میلیون ها لوح گلی نوشته شده از اونها باقی مونده. و خب چرا نباید بگیم که اینجا مهد فلسفه بوده و بریم بگیم یونان مهد فلسفه بوده؟ برای اینکه یه قدرتی هستش به شما میگه که آقا شما شرق فلسفه نداشته، ولی به هر حال میدونیم که در چند هزار سال اخیر شرق بیشتر مهد مذهب بوده. برای همین هم میبینیم که هندوستان و چین و کلاً جاهای شرقی و به سود بیشتر مذهبیان و آداب و رسوم مذهب تراشی درشون بیشتر از عقل گرایی و عقل تراشی رواج داره. حالا نمونه این رو اگه برگردیم به ایران امروز، شما میبینید که یه فوتبالیستی مثلا یه تیمی با تیم ایران یا فارسا مسابقه میده و این ایرانی ها، کسایی که در ایران هستن، نمیگم از کدوم ملیتی، نه از همه ملیت ها میریزن و اونجا فوش میدن به اون بازیکن فوتبالی که گل زده یا به اون هنرپیشه‌ای که یه حرفی بر ضد ایران گفته که به مذاق ایرانی ها خوش نیومده و فکر نکردن که این عقلانی هست یا نیست. مثلا من اوج این عدم عقلانیت رو در رفتار این دکتر اکبر اعلمی میبینم که همکار من در روزنامه سلام بود. من همکار ایشون در روزنامه سلام بودم، اینجوری بگم بهتره، برای اینکه ایشون هم جزء شورای سردبیری بود و همین که خیلی جلوتر از من در اونجا آغاز به کار کرده بود، در نتیجه من همکار ایشون شدم. و خب ایشون مثلا در یک هاشم رفسنجانی میاد به آذربایجان، به تبریز، و میگه که اینجا یه روستای بزرگه. اعلمی عوض به جای این که بیاد این رو تبدیلش بکنه که چرا روستای بزرگ هست، چرا
عقب مونده، چرا روستایی شده، چرا شهری که یک زمانی 13-14 تا حداقل سفارت کشورهای خارجی در اینجا بود و اینجا مهد، حداقل در اون منطقه، مهد توسعه و مهد آموزش و مهد حقوق ملی و اینها بود و ولیعهد پرور و اینجور چیزا بود، چرا یهو مثلا به روستا تبدیل شد؟ از این به عنوان اینکه آقا تو چرا به ما گفتی چیز هست، روستا هست، یک شعاری ساخت و به مجلس رفت. یعنی ما انسان ها اینقدر نتونستیم بگیم که آقا خب این یه حرفی رو گفته، واقعیتی رو گفته هاشمی رفسنجانی و ما باید بریم به دنبال این که ببینیم عقلگرایی اینو ایجاب میکرد که بریم ببینیم چرا عقب موندیم، چرا روستا شدیم. علل درونی داره، علل بیرونی داره. هنوز هم که الان از اون زمان حدود 30 سال میگذره، شاید هم بیشتر میگذره، هنوز ما به این مقطع نرسیدیم که بپرسیم چه کسی آذربایجان رو و تبریز رو عقب مونده نگه داشته؟ چرا؟ چه منافعی برای اونهایی که آذربایجان رو به عنوان روستا میخواستن وجود داشته و چه کسانی از این روستا بودن آذربایجان نفع میبردن؟ چه کسانی و چه ملتی و با چه اهدافی مسئولیت دارن؟ هنوز به این مرحله از تعقلگرایی متاسفانه در آذربایجان نرسیدیم. حالا گفتم که مثلا یک مجسمه رو من به استناد میدم به شاپور اول، اینو عکس میذارم، صدها نفر میان و فحش میدن و یکی نمیاد بگه خب من اینو آنالیز کردم، اینو بررسی کردم، اله کردم، بله کردم. نه، فقط فحش. چرا؟ چون که انسان که در ایران زندگی میکنه، در ایران امروزی، اصلا در پی تعقل نیست. در حالی که وقتی به این کتاب میزان الحق نگاه میکنیم که دیروز معرفی کردیم، به نظر من میاد که علت این که ترک ها در یک مقطعی بزرگترین امپراتوری جهان 600 700 800 سال اخیر رو ایجاد کرده بودن، استفاده از تعقله. نویسنده میخواد این تعقل رو از سطح سیاسیون و بزرگان علم و ادب اون روز، حتی بزرگان فقه و فلسفه و اینها، بیاره به دل جامعه. اما ما ببینیم که در ایران امروز 500 سال بعد از اون کتاب، 400 سال بعد از اون کتاب، هنوز ما در پی این هستیم که به احساسات دامن بزنیم، احساسات رو تحریک بکنیم و بر احساسات سوار بشیم، بر احساسات ما رو تحریک بکنن و بر اون سوار بشن. رهبر میاد یه جمله ترکی میزنه، همه ما خر میشیم. فلان کس میاد یه جمله ترکی حرف میزنه، همه ما خر میشیم. این علتش چی هست؟ علتش اینه که ما احساساتی هستیم. ما ملتی احساساتی هستیم و دور از تعقل و عقلگرایی. این کتاب رو همونطور که دیروز پیشنهاد کردم و یک متنی هم برای اون نوشتم، من پیشنهاد میکنم یکی از دوستان که ترکی خوانیش خوبه، با ترکی ادبی و تاریخی و رسم الخط و اینا آشنا هست، این کتاب رو به شکل ویدیو یا صوت، هر دوتا میشه انجام داد، اینو ویدیو بکنن، اینو صوتش بکنن، بذارن مردم اینو گوش بکنن. ما باید بریم به سمت عقلگرایی. مادامی که عقلگرایی در بین ما رشد نکرده، ما تیشه بر میداریم و به ریشه خودمون میزنیم. همونطور که اخیرا میبینیم تعدادی از نویسندگان ترک اومدن شروع کردن به اینکه آقا پانترکیسم خیلی بده و در ایران پانترکیسم نداریم، انگار که یه جرم، یه جنایته، در حالی که چنین چیزی نیست. چرا نباید ما ترک‌ها خواهان اتحاد تمامی کشورها و ملت ترک با هم باشیم که در 250 سال گذشته تجزیه کردند ما رو از هم و برای هر کدوم ما یه نامی گذاشتن و در زیر این هویت جدیدی که برای ما تریشیدن ما رو در مقابل هم نگه داشتن و به جای اینکه ما به توسعه همدیگه کمک بکنیم، به رفاه همدیگه کمک بکنیم، به تضعیف همدیگر کمک کردیم. خب
من فکر میکنم جایگاه این کتاب خیلی خالیه. اما بریم ببینیم که چه کتابهایی رو امروز میتونیم بخونیم. خب ما دیروز منهاج الفقرا و میزان الحق رو خوندیم. این مهرنامه جعفری و معجزات پیامبر صلی الله علیه رو، حالا اینو باز بکنیم ببینیم این کتاب چی هست. بذار ببینیم این اومد. بله، کتاب دیگری رو هم باز بکنیم. چی شد این؟ اوکی، وقایع نامه رو باز بکنیم و سوم هم یک کتاب دیگر هم باز بکنیم که اگه فرصت شد، وقایع فقه شریف حنفیه. خب این سه کتاب رو باز کردیم. حالا بریم ببینیم که این مهرنامه جعفری چی هست. اول یه نگاهی به کلیات کتاب بندازیم ببینیم که کتاب چه شکلی هست. این رو جلدش رو میبینیم. متوجه شدیم که یکی برداشته اینجا به انگلیسی یه چیزهایی نوشته، یکی اومده روش خط کشیده. این کتاب پاره هست با چسب چسبوندن. اینجاش هم میبینیم که دوباره درزش در رفته، اسمش احتمالاً از اینجا شروع میشه. با میبینیم که از خطکشی قرمز برای حاشیه کتاب نگاه کنید، برای خطکشی 2 تا خط با اطراف کتاب کشیده و موضوعها رو، یعنی تیتر هر بخش رو با رنگ قرمز و با خطکشی مجزا کرده. بهتر از کتاب‌های قبلی از نظر طراحی هستش. اما در این حال اینجا می‌بینیم که بعضی از بر روی بعضی از کلمات با مداد یا رنگ قرمز خطکشی کرده. همین رو می‌بینیم دوباره. کتاب ظاهراً باید از اینجا شروع بشه ولی از اینجا شروع نمیشه. اینجا یه مقدمه حالتی داره ولی از اینجا اینجا صفحه 6 احتمالاً بسم الله الرحمن الرحیم میگه. حالا اینها رو برمیگردیم و نگاه میکنیم. کتاب به نظر میاد که با خط بسیار جالبی و کلماتی که خیلی تو دل هم جدا نرفتن و بشه امثال من که بی سواد هستیم در زبان ترکی، هم استانداردش، هم علمیش، هم تخصصیش، هم ادبیش، متاسفانه بی سواد هستیم، هم میتونیم این رو بخونیم. حالا برای خوندن اینها علاوه بر اینکه خود این دیده شدن این چیزی که بر روی کاغذ نوشته شده مهمه، آشنایی ما به کلمات این هم خیلی مهمه. این کتاب در چه زمانی و بر اساس چه چیزی نوشته شده این هم مهمه. اینجا با یک حاشیه نویسی روبرو هستیم و حالا میبینی که اینجا در مورد مسائل مختلفی صحبت میکنه. اینجا میبینیم که از احتمالاً شعر هستش، در میان هر مصرع بیت اومده یک نقطه گذاشته تا اینها به هم نچسبند. اینها رو دوباره میبینیم همینجوری. حالا این کتاب در 442 صفحه نوشته شده. نمیخوایم حالا خیلی روش وقت بذاریم. به نظرم اینجا قلم عوض شد، یعنی یه مقدار از اون زیبایی که برای من که میتونستم راحتی خوندن اون نوع، یه مقدار تغییر کرد، یه مقدار متفاوت شد. اینجا دوباره برگشت و یک شکل دیگری پیدا کرد. اینجا دوباره میبینیم که یک حالت دیگری پیدا کرده. احتمالاً اینجا باید دوباره شعر باشه، یه فاصله میان این ابیات دیده میشه، ولی مثل قبلی که نقطه گذاشته بود قرمز، اینها رو دیگه نمیکنه. حالا همینجور هی ادامه میدیم. کتاب خطش خیلی متفاوت نمیشه تا اینجا. فرقش با کتاب‌های دیگه در این هستش که حالا به هر زبانی باشه، من هنوز اینو نخوندم، گرچه چشم وقتی بهش میخوره متوجه میشم کتاب ترکی هستش، ولی از صداها برای معین کردن صدای خطوطی که روی صفحه کشیده شده و ما به عنوان حروف و کلمه میشناسیم استفاده نکرده.
خب تقریبا بریم صفحه آخر رو ببینیم. اینم پایان کتاب رو دارید میبینید که احتمالاً با یک مصرع تموم میشه، با یک شعر تموم میشه. احتمالاً بخش مهمی از کتاب ولی اگر نگاه بکنید خط در اینجا بسیار متفاوت از اون بخش‌های قبلی هستش. خیلی تو دل هم رفته، خیلی به سیاهی میزنه. الان اینجا احتمالاً خواندنش یه مقدار دشوارتر خواهد شد. اینجا این صفحه بهتره، ولی از اینجا به بعد شروع میشه و اون سختی آخر رو نشون میده، ولی اینجاها خیلی بهتر هست. خب حالا بریم ببینیم که این کتاب چی هستش و موضوعش چی هست. دوستان اگر کتاب خطی در دستتون هست خیلی مواظب باشید چیزی ننویسید روش و خیلی مواظب باشید که اون زیبایی کتاب رو از بین نبرید. خب مهرنامه جعفری و معجزات حضرت پیغمبر علیه السلام و اثبات حجت امامت و خلیفت الله امامان صلوات الله علیهم اجمعین. این احتمالاً یک کتابی است در راستای شیعه گری. برای همین هم مهرنامه جعفری نام گرفته، احتمالاً به حضرت جعفر صادق مربوط میشه و معجزات حضرت پیغمبر علیه السلام. ببینید که ما نویسندگان سنی وقتی به اسم حضرت پیغمبر میرسن یک جور دیگه سلام الله علیه اینجور چیزا میگن، ولی یا مثلا صلوات فلان. اما اینجا میبینیم که فقط با سلام اثبات بسنده کرده رفته و اثبات حجت امامت و خلیفت الله امامان صلوات الله علیهم. نگاه کنید، برای حضرت پیغمبر علیه السلام و برای امامان صلوات الله علیهم اجمعین به کار برد، یعنی جایگاه امامان رو از پیغمبر بالا برد. همونطور که اسم حضرت جعفر صادق رو احتمالاً بر اسم حضرت محمد مقدم دونست و اسم حضرت محمد رو حذف کرد و جعفر رو آورد. اینجا نشون من اینجوری فهمم بر این هست: وارید birinin و بخت و نیک رای، birinin او بخت و نیک رای، واله آدلو خاتون کرکی بای، یا حالا نمیدونم، یا جرکی بای پای. geldi bir gün Mustafa'nın gağına، احتمالاً Mustafa'nın yüz yere koydu an حضراتنا. حالا یه داستانی رو شروع کرد اینجا، به جای بسم الله و اینها یه داستانی رو شروع کرد که یک روزی نیک رای، این دیگه رای باید بخونیم، اینو یه مقدار حالت فارسی داره. وارد birinin و بخت نیک رای، واله آدلو خاتون ترکی پایایای. حالا اسمش هم خاتون، واله خاتون بوده، یه خانومی بوده، به شانس بهش اقبال بهش روی آورده، رفته پیش geldi bir gün Mustafa'nın gağına. حالا گاتنه احتمال میدم گاتنه یعنی به محضر ایشون، yüz yere koydu anın حضراتنا، در حضور اون احترام کرد. حالا اینجا yüz yere koydu یعنی زمینش رو سایید به زمین ادب، اینجا بیشتر زمین ادب هست. dedi ey sultan و cümle kainat، kim sana yoktur cihanda müşkilat، که ای سلطان تمامی وجود، هستی، کائنات، تمامی هستی ها، کی سنه که نداری در جهان هیچ مشکلی، yoktur kim sana yoktur cihanda müşkilat. Bir sualım var sana ey nur pak، چون seni candan seven ölmez helak،
یک سوالی دارم از تو ای نور پاک، چون هر کسی که تو رو از ده جان و دلش دوست داشته باشه، سون یعنی دوست داشته، هلاک نمیشه. سنا سندن نسنره کیم قائم مقام. سنا سندن sonra kim قائم مقام. olurdur dedi ای شاه تمام. اومد پرسید که یه سوال دارم، آقا بعد از تو چه کسی قائم مقام هستش؟ Burdurar senden sualım. Budur senden sualım. اینجا ر رو فکر کنم با تشدید نوشته. budur senden sualım یا امیر. bana bunu de. دی کرم قıl idi که کرم قıl idi ver. سوال من این هست ای بزرگ، حالا به این سوال کرم کرده، کرم قıl ایدی ver، جواب بده. kim olursa هم وصی sen سروره، sen امیری روزگاری رهبره. هر کی وصی تو باشه اون دیگه روزگاری چی میشه؟ böyle deyince محمد مصطفی aldı bertaş اline ol kani سخا. وقتی اینو اون خانم گفت، محمد مصطفی یک سنگی رو به دستش گرفت، اولکانی سخا، اون که مرکز عطف و حالا سخا اینجا به معنی بخشش و اینا هستش. اول تاش ucunda آنن مانندی خمیر مانند خمیر با صدای آنا مهر خاتم اول امیر. باستی احتمالاً بشه. حالا ببخشید من دیگه گفتم که این زبان فارسی متاسفانه اجازه نمیده که ما کتاب رو به زبان ترکی بخونیم. حالا یه بار دیگه اینو بخونیم. اول taşı ucunda anın ماننده olmayacaktı. mantıdı خمیر با صدای آنا مهر خاتم اول امیر. باسته آنا مهر خاتم آن امیر. بازم اینا با آنکه گفتم غلط دارم میخونم. اول تاش ucunda آنن مانند خمیر یا مانند olmaz مانندی نمیشه، مانند خمیر باسته آنا مهر خاتم اول امیر. اون داشت رو، اون سنگ رو برداشت و مانند خمیر مثل به مهر تبدیلش کرد. به مهر، حالا خاتم انگشتر میشه ولی منظورش اینه که مهرش کرد، به مهر تبدیل کرد. dedi kim ey bende پروردگار kim kılırsa bunu böyle aşkar bilmem olur bana قائم مقام. هم وسیع bana هم oldur امام. گفتش که هر که بتونه bunu آشکار بکنه که این چی هست، این سنگی که حالا چیز به مهر تبدیل شد، بلکم شایدم اون بشه قائم مقام من، همچنین وصی من و امام میشه. اینو از زبان پیغمبر داره نقل میکنه این آدم. حالا این ممکنه که واقعیت داشته باشه، یه چنین چیزی ممکنه واقعیت نداشته باشه. یعنی اصلا یه چنین زنی رفته باشه اونجا با حضرت محمد صحبت کرده باشه در این مورد، ممکنه یه چنین اتفاقی افتاده باشه، ممکنه اصلا نیفتاده باشه. نویسنده میخواد به اون هدفش برسه، یه داستان قصه میسازه، با شعر میخواد این رو بگه. حالا ما سریع از اینجا بریم ببینیم. وردی چون اول تاشی آنن علینه دیدی
sadık saklasan bu sırrı beline. میگه که اون سنگ رو داد به این خانم، دست این خانم، و گفتش که ساخلا این رو، نگه دار این رو تا سرش آشکار بشه. bu sır biline. Aldı o taş suniye sevine şad olup ben ciddi öğret evine. اون سنگ رو برداشت و در حال که sevine مثل از سوماخ، شاد. سوماخ ببینید کلمه خیلی زیباست. سومک یعنی عاشق شدن به کار میره. سومک دوست داشتن. سوینمک شاد شدن، از همون ریشه است. sevgi معشوقه، از همون ریشه است. خیلی کلمه زیبا و جالبی هست. معانیش شما اگه یکی رو دوست داشته باشید دلتون شاده. اونو برای همین sevgi، sevgilim، اینها در این رابطه به کار میره. حالا میگه که اون سنگ رو برداشت و رفت خونش. Geçti bunun üzerine mahsal iridi oldu Mekke Ahmet etti intikal. میگه که ماه و سال از این حادثه گذشت و اردی öldümüne Ahmet شاید اردی öldümek Ahmet öldümüne این میشه öldümüne اردی öldümüne احمد etti انتقال. این öldümüne من فکر کنم مرگ، یعنی به مرگش رسیدی. اردی öldümüne یا حالا من اینو öldümüne میخونم، یعنی چیز دیگه به معنیش به ذهنم نمیاد. یعنی به مرگش رسید. احمد etti انتقال، از این دنیا منتقل شد به اون دنیا. اتفاقیل ابابکری امام، به اتفاق ابوبکر رو امام کردن. گلدیler نیچه تحسین به اتمام، با تحسین و فلان ایشون رو به امامی انتخاب کردن. بیان خلافت ابوبکر رضی الله عنه. حالا اینجا میاد در مورد خلافت ابوبکر صحبت میکنه. مهر حجر حضرت امام علی کرم الله وجهه. حالا میاد اینجا bastı öldüm xatam mührün ana, dedi sağla kim gerek olur sana, aldı o تاشید آولر ایلدی. حالا داستان رو گفته اینجا، احتمالاً این سنگ رو برده به این کسایی که اونجا بودن نشون داده. احتمالاً دیگه اینجا رو نخوندیم دیگه. داستان این کتاب کلاً به نظر میاد که شعره، به نظر میاد کلاً شعره، یه تاریخ رو بر اساس شعر میگه. مثلا ما فردوسی رو داریم در زبان فارسی، یه داستانهایی رو بر اساس شعر حماسی داره بیان میکنه. الان ما در زبان ترکی یه چیزی رو داریم که شاید، من هنوز مطمئن نیستم این کتاب در مورد چه موضوعهایی میخواد صحبت بکنه، ولی به نظر میاد که بخشی از تاریخ اسلام رو، بخشیشو داره از یک زاویه دید خاصی به شعر میکشه. 442 صفحه هست، یعنی چیزی دست کم از چیز نباید داشته باشه و به شعر دیگه. حالا اینو من الان فکر کردم اینجا شعر نیست، ولی متوجه شدم که شعره. یه مقدار فاصله بین این مصرع ها دیده میشه. aldı o taşıdı ağlar eyledi hak vesisin diyor ben söyledi. Hak vesisin diyor ben söyledi. Şadman oldu o ciddi evine, ciddi bunun üstüne çok dem sene. Ta ki Moğol sultanı alem şahidin ol vesiye rahmetun lil alemin, ciddi ondan sonra yerine Hasan ol imamu dekle dinle Medine sen. Dinle
دینلا، حالا اینجا خیلی هم خوب دیده نمیشه، من بر اساس شعر اینو اونجوری خونم. الوین اول تاşı ol الوین اول تاşı ol اورت یه گترو ben گفتی حسن öküne. این میشه önüne که اینجا نون خونده میشه. حالا این خانم رفت دوباره این سنگو اول پیش امام علی برد و بعدش هم آمد پیش امام حسن. حالا میخواد بسازه دیگه. آقا مثلا شیعه ها ما شیعه ها اومدیم گفتیم که یک سیستم پادشاهی بسازیم، از علی به حسن، از حسن به برادرش حسین، چرا نمیدونم به فرزندش نرسید، ولی از حسین به بعد میرسه به برادران و فرزندان حسین و هر کدوم فرزندانش یکی رو انتخاب کردیم. نه بعضی از فرزندان رو گفتیم حتی دروغگو هستن و فلان و بهمان. خب به این شکل اومده. ولی وقتی از اون طرف مثلا همین اتفاق برای معاویه میفته که معاویه خودش این حاکمیت رو میگیره در یک کار سیاسی و بعد منتقل میشه به فرزندش و بعد به فرزند اون و بعد به یکی دیگه، حالا فرزندش نیست، میبینیم که ما اونو قبول نداریم ولی اینو قبول داریم. از پدر به پسر رسیدن رو در حضرت علی و فرزندانش نسل بعدیش مورد قبول ماست. ببین تعقل اینجا میگه که آقا شما چرا 2 تا استاندارد دارید؟ حالا ما چرا حضرت علی رو به هر حال شیعه ها حق میدونن و این به هر حال چیزیه. بیان حضرت امام حسن. حالا حضرت امام حسن هم که تاریخ یه مورد یه طور دیگری دربارش صحبت میکنه. این هم یه شعر ازش بخون ببینیم. هم شعر هستش. دیدی ای سردار جمله اولیا، اش bu taşa Mustafa و مرتضی، eyledi مهر ey imamul müttekin، öyle dince sen aldı hamin، alda oltaş çünkü mum oltaş، kıldı anda معجزاتın oldu gafاش. حالا این سنگ این زنه چرا نمیدونم نمیمیره؟ همه مردن، پیغمبر به رحمت ایزادی پیوسته، ابوبکر و عمر و عثمان و علی همه رفتن، این خانم چرا نمیره؟ این سنگ رو برداشته همینجوری میره دنبال فقط یه نفر میره. نمیدونم مثلا چرا دنبال دیگر اصحاب نرفته ازشون بپرسه. خب و بیکارم هست ظاهرا در اون مقطع تاریخی بر اساس این کتاب این خانم خیلی یعنی باید بپذیریم که زنها خیلی بیشتر از مردها تو بر اساس این کتاب تو سیاست نقش داشتن. بر اساس این کتاب باید اینو در بیاریم دیگه. بیان مهر حضرت امام حسین. حالا بعد از اینکه امام حسین چیز شد، این میره سراغ یه نعول خاتون حسینون قاطنه. بازم اون خانون رفت پیش امام حسین. تا گتردی دیدی حضراتنه، به اون گفت ای شه سلطان جمله عالمون، پیشوای رهنماسی آدمون، سن وسیع مرتضا سن بی کمان بی گمان. اینجا باید بخونیم گل کرمدن ایش بوتاشه بیر نشان. حالا از روی کرمت به این سنگ یه چیزی بگو. آلده او اول تاشی حسینی کربلا. حالا اینجا به در صحرای کربلا هم دست میزنه. قبل از این اصلا نمیدونه بعدن چی میشه، ولی بلافاصله شاعر میاد میبنده به کربلا. بی توفق بی توقف توقف بی توقف قلده مهری آندا ملا. حالا اون راز مهر رو افشا کرد. یه اون تاشی آنا وردی امیر. این سنگ رو دوباره به همین زن داد که هنوز جوونه فکر کنم. جرک اولور سنا بونی سقلا دیر. میگه اگر لازم شد باید اینو بگیر و ساخلا دیر. گفت آلدی و گردی یولا اول مؤمنه. اون خانم مؤمن به مرد میگن، مؤمنه به زن میگن. اون خانم مؤمن این سنگ رو برداشت و رفت به راه خودش.
اریدی مقصودینه واردی evine. حالا به آرزوش رسید و رفت به خونش رسید. جدی bunun üstüne خیلی زمان چون حسینی شاهدین اولدی نهان. دیگه اینم شاهدین هم از بین رفت. حالا چی؟ میرسه به بیان مهر حضرت امام زین العابدین رضی الله عنه. من نمیدونم چرا این پیش اون یکی ها نرفته، اون شکایت ها رو ازشون نپرسیده. aldı ondan sonra dinin el-abidin rahnamay mu'minat mu'minin bir gün ol server kılırdı namaz kunut okuyu ben ederken niyaz ta ki ol avret erişti ol zaman kıldı معلوم آنه ol شاهد جهان. دیدی او ببینید که خیلی زیبا ساده میشه اینو خوند. ما به اینکه این داستانش درسته غلطه نباید کاری داشته باشیم. البته میتونیم به این داستان هم از نظر تاریخی استناد بکنیم. بعضی وقتا مثل همون هایی که در مورد فردوسی میان به تمامی چاخان پاخان های این کتاب به عنوان دلیل تاریخی نگاه میکنن. اگه ما هم بخوایم همین کارو بکنیم که با اینا میشه استناد کرد. ولی به نظر من این برای من از نظر شعری، یعنی از نظر اول از نظر ترکیتش خیلی مهمه، از نظر ادبیش خیلی مهمه، از نظر شعر و فنون شعری ممکنه خیلی مهم باشه برای من که سر در نمیارم اینها رو و از اون برای من از نظر کلمات چیز خیلی مهمه، ترکی خیلی مهمه. حالا هر کسی میتونه این از یه زاویه این کتاب رو بخونه. کتاب از اینجا شو هازا کتاب فضیلت نامه من تألیف عینی ابن حافظ زاده. این کتاب فضیلتنامه هستش از تألیفات یمینی، ببخشید اینو من عینی خوندم، یمینی ابن حافظ زاده. اسمش یمینه ولی فرزند ابن حافظ زاده هستش. از اینجا کتاب اصلی شروع میشه. تا اینجا ایشون اومد یه داستانی رو تعریف کرد. حالا از اینجا به بعد دوباره کتاب به همین شکل ادامه پیدا میکنه. حالا وسط کتاب رو ببینید، این مصرع‌ها رو در یه بیت مصرع‌ها رو با خطکش اینجا مشخص کرده، ولی در جاهای دیگه با فاصله. اینجا چون نتونسته فاصله بذاره اینجوری خط کشیده. بعداً لذا میبینیم که روی حروف هم چیز شده. ازل یاد ایدلیم حی قدیم دی بسم الله الرحمن الرحیم. این دی ازل یاد ایدلیم حی قدیمی، اولش از حی قدیمی که خیلی قدیمه یعنی چیز نداره. دی بسم الله الرحمن الرحیم شعر و گفته حکیم و حاکم و قهار اولدر سمیع سامع و رزاق آدم رفیع و خالق و فعال فاعل مجیب واسع و تواب عادل نقیب و واحد و فتاح و قابض حبیب و جامع مفتی و حافظ بصیر و هم کریم و ذوالجلال اول لطیف و هم جمیل و هم جمال اول مرید و هم صبور و رؤوف اول معز و هم معدل و هم عطوف اول. حالا هی در مورد این خدا داره هی اینها رو اشعارش رو میاره با آیت معنیسین تکرار قلفل کلام حق در تکرار قلفل یا قلقل احتمالاً باشه، تکرار قل. من اینجوری اینو خوندم، البته اینجاشو نخوندیم، اگه از اینجا بخونیم شاید بونی ترک ایل شیطان بونی ترک ایل شیطان منزل در که آدم عرش رحمان منزل در gönül verme havayı mülke male که sonra düşmeyesin saxt hale oğul kız hale ammen o düşmenindir oğul kız hale ammen düşmenindir fena mülki begasınma senindir begasanma senindir. فکر میکنم با آیت معنیسین تکرار قلقل
کلام حق در تکرار قل قل. حالا اینو قلفل که نمیتونیم به معنی چی میشه من نمیدونم، در قلفل رو این فعل چی هستش، من همینو قل قل میخونم، یعنی تکرار کردن به معنی دو تا فعل که تکرار میشه، قل قل. قل انجام دادن، اینی که گفتیم. bu məsnuatı gördün sanın bel, gördün sanın bil، اینجا این داره، sanın bil، sana verdi ki ilmin şükrini kıl ki talim eyledi esma-i husna که bildün از اسمدür عین مسما. میگه که اینجا نگاه کنید یه حرف جالبی میگه که البته میشه نقدش کرد، میگه که خداوند تعلیم قلده اسماء حسنا، اسامی زیبا رو به تو یاد داد. حسنا زیبا، ولی منظورش اینه که اسامی هر چی که در دنیا وجود داره اسم داره. حالا اسم یعنی چی؟ میگه که بیلدون اسم دور عین مسما، که فهمیدی که اسم عین اون چیزیه که روش گذاشته شده. یعنی میگه که در حقیقت اینجا یک حرفی رو میزنه که اسمی که ما روی یه چیزی میذاریم، به یک چیزی میگیم خونه، به یک چیزی میگیم تلویزیون، به یک چیزی میگیم تلفن، به یک چیزی میگیم دنیا، به یک چیزی میگیم خورشید، به یک چیزی میگیم الله، به یک چیزی میگیم ایمان، به یک چیزی میگیم صلات، به یک چیزی میگیم اسلام. اینها میگه که این کلمه عین خود اون چیزه، ماهیتشه. به نظر من اینجا چیز میکنه، یعنی اون مفهوم آیه رو مشخص میکنه که منظورش چی هست، اما کلمه ماهیت چیز نیست به نظر من. این ویروس اومد، یه ویروسی بود به نظر من، اومد و کتاب رو بستیم که اون نباشه، ولی متاسفانه کتابمون رفت. حالا باید دوباره اینو باز بکنیم ببینیم که میتونیم اون رو پیداش بکنیم. همین داره میاد. این چیه؟ خب مهرنامه جبهه وقایعنامه وقایع شریعت. اوکی همین بود. اوکی بذارید اون بشه. به نظرم کتاب بسیار جالبیه و به راحتی میشه خوند. حالا یه چند دقیقه است الان روی این داریم میخونیم. به نظر من 42 دقیقه است داریم حالا وقت صرف میکنیم بریم از این کتاب خارج بشیم. صفحه 50. حالا اینجا هم ببینیم اینجا چی هست. anası Kabe içre girmiş idi, mükerrerken Həcərdə tərmiş idi, təqaza qıldı oldum aninə, tutub yüz bu cəhane kəliminə, necə idim divanəsi şişdi, divanası şişdi, anı gördük ki oğlan yerə düşdü. حالا این یه داستان دیگه، یه داستان رو داره شروع کرده از اینجا. مثلا بخش کرامت نمودن حیدر در شکم مادر. حضرت حیدر منظورش حضرت علی هستش، در شکم مادرشه و داره کرامت میکنه دیگه. اینجا دیگه خیلی ما باید با نگرش عقلانی شیعه مبارزه بکنیم. یعنی به نظر میاد که یکی از علل عقب ماندگی در ایران، این ملل شیعه ها به خصوص، من فکر میکنم حتی در دوره عثمانی هم شیعه ها خیلی عقب بودن، فکر میکنم یکی از علتش همینه که ما از عالم عقلی در شیعه از عالم عقل جدا شدیم. ما به غلو، غالی، کسایی که خیلی غلو میکنن، همه چیز رو 1 گرم رو 1 میلیون میکنن، 1 میلیون تن میکنن مثلا، به این آدما میگن غالی. حالا ما یعنی چون به این چیز مبتلا شدیم در شیعه گری و این عقل رو از ما رو بوده. حالا
بچه‌ای که خب در رابطه با حضرت محمد، خب قرآن میگه که انا بشر مثلکم، من هم، یعنی یا سخن خدا هست از زبان محمد میاد بیرون یا سخن حضرت محمد. معلومه که وقتی میگه انا بشر مثلکم خدا نیست، چون اگه بگیم کلام خداست اون وقت میشه که خدا انسانه. انا بشر مثلکم، من چون میگیم قرآن کلام خداست، اگه اینجوری بگیم که اون وقت کلام خدا میشه انا بشر مثلکم، منم مثل شما یه بشرم. اما اگر این رو از زبان حضرت محمد بدونیم اون وقت این میگه آقا منم بشرم دیگه، من همین چیزای شما رو دارم، منم پدر و مادرم یه رابطه داشتن ازشون به دنیا اومدم، یواش یواش خودم رو ساختم و شدم، الانم دارم این فکرم هستم، دارم این فکر رو پیش میبرم، یا حالا وحی شده هرچی اونجا دیگه مربوط به من نیست، من در این زمینه نمیتونم نظر قطعی بدم. ولی خب به هر حال حضرت علی که دیگه برتر از حضرت محمد نیست که در شکم مادر بیاد یه کرامتی نشون بده. حالا کرامتش هم باید خوندید چی هست. حالا کرامت امام علی کرم الله وجهه آرا از احوال ساحر، در مورد حالا یه ساحر هم یه چیزایی رو گفته در مدح حیدر. حالا در اینجا تا اینجا انگار مدح نکرده حضرت علی رو، حالا شروع میکنه مدحش بکنه در مدح علی. حالا چه فرقی هست بین کرم الله علی؟ نگاه کنید اینجا، ببین با چه اسمهایی حضرت علی رو داره یاد میکنه. من نمیدونم فرقش، کرامت نمودن حیدر در شکم، این یه اسم برای حضرت علی میاره، این نشون میده که ما خیلی چیز هستیم دیگه. کرامت امام علی، اینجا از امام استفاده میکنه کرم الله وجهه، بعد اینجا از اسمش در مدح علی، اینجا ساده علی میشه و اینجا یکی دیگه بود، کجا بود؟ حالا بیان ارسال نبوت و مأموریت، دعوت دین و هجرت محمد. حالا اینجا ظاهرا برگشته به حضرت محمد و داره در مورد هجرت محمد صحبت میکنه در مدح فتح مکه و کعبه معظم، که اینجا هم دیگه اشعارش در مورد اونه. این معلومه به تاریخ یه نگاه خاصی داره، فضیلت، یعنی این در حقیقت ببینید بر اصل اون رستم نامه و داستان نامه فردوسی، این یک کتاب تاریخی هستش با داستان و خرافات و عقاید خاصی. ببینید شاید خرافات هم نباشه، خرافات از نظر من، ولی این از بر نگاه تاریخ رو از یک منظر مذهبی و شخصی خاصی میبینه. یعنی این آدم یه دیدگاهی داره، بر اساس اون دیدگاه تاریخ رو داره تفسیر میکنه برای خودش، قابل درک میکنه برای خودش، یه برداشتی از تاریخی گذشته برای خودش میسازه. ببینید ما تاریخ رو بازسازی میکنیم. تاریخ یک تاریخ وجود نداشته که. ببینید تاریخ زندگی من از زبان من یه معنی داره، یه نگاه داره، از زبان همسر من یه معنی داشته، از زبان هر کدوم از فرزندان من یه معنی داشته، یه دیدگاه داشته، یه تصوری داشته از زندگی من، تاریخ زندگی من. پدر و مادر من و نزدیکان من و دوستان من هر کدوم یه تاریخی تو ذهنشون هست از من، و ممکنه که هیچ کدام اینها خیلی هم به هم شبیه نباشن و ممکنه خیلی هم به هم تنه بزنن. خب در نتیجه تاریخ اسلام که یه چیز، یا تاریخ پیغمبر یا تاریخ اماما، یه چیز گسترده‌ایه. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. هر کسی ظن خودشو اسلام فرض میکنه، تاریخ اسلام فرض میکنه، امام فرض میکنه و اینا. من به نظرم این هست که حالا کتاب، ولی کتاب میگم ما با به این کتاب از اون منظر هم میتونیم نگاه بکنیم تاریخی، چرا که یه تحلیل و تفسیری از تاریخ داره ارائه میده که یک ایدئولوژی این تاریخ رو داره بازسازی میکنه. تاریخی که وجود داشته احتمالاً اصلا ربطی به این قضیه نداره. این آدم داره بر اساس ذهنیت خودش یک تاریخ رو میسازه. ما هم همین کارو میکنیم. یعنی تمامی ملت ها بر اساس ذهنیت خودشون یک تاریخ میسازن
و این تاریخ رو به نسل‌های الان یا بعدی غالب میکنن، تزریق میکنن. اینجاست که ما میگیم مهندسی جهل، مهندسی شستشوی مغزی. یعنی الان مهندسی جهلش چیه؟ حالا این آدم اومده بر اساس شیعه یه چیزی کرده، یه مکتبی ساختن، حالا این درست و غلطش کنه، ولی الان ما بر اساس این داریم شستشوی مغزی میشیم. یعنی یه سیستم طراحی شده، این سیستم از نظر کتاب و تاریخ و مقاتل و اینها، داستانها و فتواها و اسلام 600 آیه هست یا 6000 آیه هست، 6000 احکام داره، مثلا کمتر از 6000 تا، چون بسیارش احکام نیست هستن. اینها شما کتاب‌های حدیث و اینها رو ببینید، می‌بینید که خودش میلیون ها احکام توش هست. اینها هیچ کدوم به اسلام ربط نداره. اینها در هر مقطعی اون یه بر اساس یه ایدئولوژی که خودش در ذهنش متصور هست اومده احکامی رو ساخته، به اون احکام قبلی که دیگران ساخته بودن اضافه کرده، ولی این احکام به اون احکام ارتباط نداره و حتی ممکنه ضد و نقیض هم باشن، یعنی همدیگه رو نقض بکنن، بگن که باطله. خب برای اینکه زمانشون، تاریخشون، نیازهای اجتماعیشون، نیازهای ایدئولوژیشون، نیازهای اجتماعیشون، نیازهای تاریخیشون، نیازهای مالیشون، نیازهای قدرتیشون، چقدر قدرت الان من دستم نیست، چقدر میتونم از این دین و از این ایدئولوژی و از این چیز به نفع قدرت، کسب قدرت استفاده بکنم. اینها رو چیکار کردن؟ استفاده کردن و تفسیر کردن. لذا یک تاریخ وجود نداره. تاریخ و ایدئولوژی هم یه اسلام یه ایدئولوژی نیست، یک دین نیست. اسلام در گذشته چند صد میلیارد بوده، در این 1400 سال نمیدونم الان 2 میلیارد انسان وجود داره. من به نظرم 2 میلیارد اسلام، الان ما با 2 میلیارد اسلام و 2 میلیارد نگاه به اسلام روبرو هستیم. ما باید اول اینو بپذیریم، وگرنه عاقلانه نیست. ما بیام بگیم سخنان یک ملا رو اسلام فرض بکنیم، این اصلا عاقلانه نیست به نظر من. حالا تصور من از عقلینه، تعقل گرایی اینه. ممکنه یکی بیاد بگه نه آقا عقل یه چیزی دیگه است، برای اینکه اون عقل رو یه جوری دیگه تعریف میکنه بر اساس یه ایدئولوژی. من هم بر اساس یه ایدئولوژی، یک دین، یک باور، یک تجربه، یک دانشایی که کسب کردم، تجربه هایی که کسب کردم، بر اساس شغلی که داشتم، بر اساس درآمدی که داشتم، بر اساس اهدافی که دارم، بر اساس خواستی که دارم، بر اساس آینده‌ای که می‌بینم، بر اساس آرمان شهری که تو ذهنم دارم، بر اساس نیازهای مختلفی که داشتم و دارم، یه فردیت هستم با یک چنین دیدگاهی. الان این دیدگاه ممکنه که با همه شماها متفاوت باشه و ممکن هم است در جاهایی تنه به تنه هم بزنیم. خب این کتاب رو من به نظرم خیلی ارزشمنده از نظر شناخت یک ایدئولوژی و نگاه اون به جهان. آمدن جبرئیل به دعوت علی به هندوستان، نگاه کنید. حالا من اینو باید بخونم، خیلی جالبه. حالا حضرت علی، جبرئیل که آخرین آیه ها جبرئیل میاد میگه که آقا دیگه این آیه ختم میشه، از اینجا اکملت لکم دینکم، ما دین رو تموم کردیم و خدا به شما به امان خدا. دیگه جبرئیل نمیاد از این به بعد به انسان و ما معتقدیم آخرین پیغمبر این هست، حضرت محمد هست. حالا یهو با یه شیعی متوجه روبرو میشیم که میگه آمدن جبرئیل، فارسی هم مینویسه، با دعوت علی به هندوستان. علی در حالا ایرانی که الان ما میشناسیم به هندوستان همسایه هندوستانه. خب پاکستان اخیراً 50 سال اخیر، مثلا بگیم 60 سال 70 سال اخیر مستقل شده. قبل از اون جزو هندوستان بود و هندوستان چسبیده بود به دولت قاجار، ممالک محروسه، و بسیاری از جمعیت‌هایی که در این ور مرز هندوستان در ممالک محروسه بودن، لباسشون، آدابشون، خوراکشون، سنت‌های تاریخیشون دقیقاً هندیه، یعنی مثل هندوستانه، بخشی از هندوستانه. برای اینکه حتی فارسا هم بخشی از هندوستان، برای اینکه از نظر چهره و از نظر رنگ هندی هن. با ترکا فرق دارن، با عرب ها فرق دارن. ماها سفیدترین
ولی اونا نه، اونا گندمی و یا سیاه ترن، سیاه نیستن، گندمی و یا یکم کدرترن. ولی حالا عربستان، مکه و مدینه کجا و هندوستان کجا؟ مثلا بگیم که یکی تو الاهواز باشه، میتونه بگه آقا نزدیکیم دیگه، حالا 2 روز 3 روز با قایق میتونستیم بریم هندوستان مثلا. حالا این آدم تو عربستان هستش، میخواد بره اونجا، نمیدونم، همان دم جلدی جبرائیل ارشتی، همون لحظه که حالا این بالا حتما سخنی بوده که دیگه بذارید ببینیم. 12 kere 100.000 جیش کافر 12 بار 100,000 یعنی میشه 1,200,000. دقت بکنید 12 kere 100.000 جیش کافر، لشکر کافر 12 بار 100,000 نفر بود، یعنی 1,200,000 نفر. گمو اصحاب چوره آلده آخر. حالا این گمو کمو یا گمو اصحابی چوره aldı آخر، آنی گردی رسول آفریده، مناجات ایلدی اول نور دیده، دیدی یا رب ایرشتیر عنایت، بو گالدی جمله اصحابم به غایت. ببین گفتیم که این چیز میکنه که غالی هستیم ما شیعه ها، از از کاه کوه میسازیم. این واقعیه. یه کاه اینجوری که 1 گرم وزنشه، ما این رو کوهی میکنیم که صدها میلیون تن وزنشه. خب اینجا میگه که پیغمبر مثلا در یه جایی گیر افتاده با کافرها، در دشمن چقدر داره؟ 12 بار 100,000 نفر جمعیت آورده برای، نگاه کنید چقدر بزرگ. یعنی در اون مقطع تاریخی در عربستان کلا با 100,000 نفر احتمالا زندگی نمی‌کردن. حالا ایشون معتقده که 1,200,000 نفر فقط آورده برای جنگ حضرت محمد، و حضرت محمد هم داره میگه که دیدی یا رب ارشتیر عنایت. حالا عنایت بکن آقا. ارشماخ رسیدن، رساندن. ارشتیر این فعل متعدی دوباره هست، 2 بار چیز میکنه. فکر کنم که یعنی خودت دستور بده یکی دیگه کار رو انجام بده، یعنی یکی دستور میده و یکی دیگه کار رو انجام میده. برای همین این فعل 2 بار متعدی من دارم اسمشو میذارم. دیدی یا رب ارشتیر عنایت، بو گالدی جمله اصحابم به غایت. بونالدی، این باید بونالدی بخونیم. بونالدی یعنی خسته شدن، غمگین هستن، ترسیدن، اینجوری. جمله اصحابم به غایت، مدد ای ایر کوریزه ای گاد، مدد ار نوریزه ای قادر الله، مدد ار نور، مدد ار نور bize ey قادر الله، helak etme ashabım o gumrah. Dua edip elin yüzüne sürdü, hakka secde ediben üri turdi. Haman dem geldi Cebrail erişti, gazan ekber diye geldi görüştü. Gazan غز از اون باید باشه، جنگ بزرگ دیه، بخونیم جنگ بزرگیه. geldi görüştü dedi ya Cebrail kafir gıtı çün Ali hem bizmele oş bile yok. اینجا شد دیگه نتونستم بخونم، ببخشید. این داستان خیلی جالبیه. به نظر من میشه این کتاب رو، به نظر من این کتاب رو باید چاپ کرد و نقدش کرد، برای اینکه این کتاب هایی عقلیت رو از تعقل و عقلانیت رو از جامعه ما برده، به خصوص ترک‌ها. حالا اجازه بدید بریم ما نحن فی هم که ولش کنیم، ببینیم که این صفحه 110 یعنی 220 هستیم.
بریم اینجا بریم. قال النبی صلی علیه السلام یا علی و لجمن لحمی لحمک لحمی نفسک نفسی دمک دمی جسمک جسمی روحک روحی بیورده. حضرت محمد یه سخنی گفته یا علی گوشت تو لحم که لحمی، گوشت تو گوشت منه، نفس که نفسی، جان تو جان منه، دم که دمی، خون تو خون من هست، جسم که این جسم گوشت تو، گوشت و استخوان و اینا و موی سر تو و اینا جسمش میشه دیگه، هر چیزی که قابل لمسه جسم من هست. روح که روحی، روح تو هم روح من هست، یعنی تو منی من تو هم. حالا که چی؟ آدم یکی رو دوست داشته باشه، خب این میگه دیگه، حالا که یعنی یا علی اتان دور، یعنی که یا علی پدرت پدرم هست، اتان دور، گانون دور و جانم دور، که خون تو خون من است و جان من جان تو جان من است. دخی جسمین بنیم جسمimden oldی، vücudun izzeti ismimden oldi، دخی روحون بنیم روحم حقیقت، bunu دیجن شاه شریعت، تعجب قıldı ashablar tamami، رسول الله ادی مدح امامی، رسول الله ادی جن مدح امامی. müeyyen iş bu hali cümle gördü، müeyyen iş bu hali cümle gördü، bir ashab oldum ayağ üzere turdi. حالا یه اصحابی bir ashab oldum bir ashab oldum ayağ üzere turdi. Hased yüzünden edip ihtilafi dedi ger yoğisa vahdet khilafi çagargıl küllü ey ki ey نور یزدان. حالا همین دیگه داره تلاش میکنه که یکی رو کافر و یکی رو مؤمن بسازه و چیز بکنه. کتاب جالبی هست، خیلی ساده هست، میشه خوند، ادعا داره که تاریخی باشه. این سطرهای آخر به نظرم اینجا احتمالاً کتاب یه چیزی گفته باشه، نویسنده کی هستش و اینها، ببینیم که چیزی گفته یا نه. محمد در مرادی هر دو عالم، گمونون سر تاجی مقصود آدم، کز علینی اولادینی آنن، سرسن نور اوله جسمیله جانن. سحر ابدال şahın bir kemteridir. سحر ابدال اسمشه، اسم شعریش، حالا اسم نمیدونم اونو به شعر چی میگن، یعنی من یادم ریس الان مثلا میگن چی اسم ادبیش، حالا هر چی اسم قلمیش و اینا. سحر الابدال شاهون bir کمتریدür. این سحر ابدال کمترین شاه هستش، یعنی غلامشه، از کمتری، یعنی شاه مثلا حضرت علی غلام های خیلی زیادی داشته، من اون پایین یا پایین ترینشم. که سید سلطان آنون رهبری داشت، که سید سلطان رهبر این من هستش. لقب ابطال لقبشه. غازی اسمی جعفر، ببینید این جنگجو بوده، رفته جنگیده، زخمی شده، غازی شده. لقب ابطال، این لقبش ابطاله. غازی هم هست، اسمی جعفر، خودش هم جعفره. یعنی جعفر فردی هست به نام جعفر که ما اونجا گفتیم جعفر امام جعفر، نه اون نیست. این میگه که این جعفر اسم شاعر هستش که در اشعارش خودش ابطال معرفی میکنه. bu yolda ben فقیره oldu رهبر. حالا اینجا میگه که من دیگه نمیدونم، اینجا میگه که در این راه برای من رهبر شد. همین شاه رو میگه دیگه. دیلرسن اولسن آتشتن آزاد، اگه بخوای که آرزو بکن که از آتش آزاد بشی، جمال مصطفی ور صلوات برای تمت الحروف به اون الله الملک الرؤوف کاتب الحروف، خاک پای ارنلر
اینو بذارید بزرگش بکنیم ببینیم میتونیم بخونیم. این جالبه برای اینکه اینجا خودشو میخواد معرفی بکنه. تمت الحروف، کلمات تموم شد. به اون الله الملک الرؤوف کاتب الحروف. این حرف ها رو چه کسی نوشته؟ خاکپای ارنر. ارن میدونید الان ما به مردها، زنها به شوهرشون میگن یعنی مرد، جنگنده، قهرمان. مرد، مردانه، مردانگی از اینجا میاد. ارنلر یعنی کسایی که قهرمانن، جنگجو هستن، مردن. الهلوتی، این فکر میکنم اینه، درویش. این خودشم ارنلر، الهلوتی، اللاهوتی، این چی هست؟ الوحلوتی، این نمیدونم، اینو نمیتونم بخونم این کلمه رو اینجا. شاید مثلا بازم بزرگش بکنیم ببینیم. الحلوتی، درویش. در حال الحاج سلیمان بنده از سید و شیخ فتحالله افندی خلیفه شیخ ساچله حسینی افندی الاسکنداری. خب در اسکندار میدونیم که در استانبول یه محلی هست، یه شهری بوده در گذشته برای خودش، در اونجا بوده. این کتاب ها رو که میدونیم اونجا. حالا این آدم اونجا اسم خودشو میگه که به هر حال درویش بوده، اسمش از حاج سلیمان، که در خدمت چه کسی هست؟ سید شیخ فتحالله افندی. این در مکتب این آدم بزرگ شده و به خواسته اون. این چی هست؟ این شیخ افندی خلیفه شیخ، که این خودش خلیفه یه شیخ دیگری است که اسمش حالا یا ساچلی یا ساحلی، یه چیزی، ساحلی حسینی افندی الاسکنداری. پس اسم نویسنده حاج سلیمان هستش که مرید یک شیخیه به نام فتحالله افندی، که ایشون خلیفه، یعنی بالادست این تو اون مکتب فکری عرفانی درویشی تصوف یک فرد دیگری هستش که این خلیفه اونه. خلیفه یعنی جانشینشه، جانشین اون هست، اسمش هست حالا نمیدونم ساچلیه، این چی هست؟ ساچلی حسین افندی، ساچلی حسین افندی، احتمالا ساچلی باشه، ساچلی حسین افندی. این موهاش خیلی بلند بوده گفتن ساچلی. حالا اینو اونجا شده که ما شوخی نکنیم بخواش. مولانا الشیخ اسماعیل حقی افندی البورسوی، اهل بورسا هستش، قدس سره العزیز، به اسمه سبحانه تعالی، اینجا به اسم خدا. اینجا در مورد یه فرد دیگری، یه مولانایی که شیخ بوده، شیخ اسماعیل حقی اسم داشته، افندی بوده، اهل بورسا، در مورد اون میخواد یه چیزایی رو بنویسه. اینجا توضیح میده که اون فرد چه کسی هست. بعدش در مورد مولانا الشیخ اسماعیل حقی قدس سره العزیز به اسمه سبحانه تعالی، دوباره در اینجا در مورد اون افندی توضیح میده. مولانا الشیخ اسماعیل حقی افندی قدس سره العزیز، دوباره در مورد اون آدم اینجا یه توضیحات مفصل دیگری هم میده. دوباره شیخ اسماعیل حقی افندی قدس سره العزیز به اسمه تعالی، دوباره در مورد اون یه چیزهایی اینجا. دوباره اینجا چی میگه؟ سنبل زاده و مویی افندی. حالا این چیه؟ وهبی افندینین برگ طلبی üçün دفتردار افندیه ارزحال دور. حالا یکی اومده سنبلزاده نامی که بوده وهبی افندی، این سنبلزاده اومده گفته آقا وهبی افندی یه درخواستی داره از دفتردار، یه براش یه نام ارزحال بنویس. اونم یه ارزحالی از اینجا نوشته، بیت و اینا هم اضافه کرده و کتاب این اضافه، اینا چیزه، اینا در حقیقت میخواد از اونهایی که ازش حمایت کردن این کتاب رو بنویسه یه تقدیر و تشکرنامه‌ای هست از اونها. میگه که فلان کسا این کارها رو انجام دادن. حالا من این شیء آخر رو اگه بتونم بخونم خیلی جالب میشه. Bu lağati şahide görmüşsüz
بنده گرک خیلی بزاغاسی var. Biz ağası var. Her lügati şahit de görmüşsüz یا احتمالاً شاعر احتمالاً در شاعر من اینجا دارم اینو نمیدونم دیگه، این ممکنه هر لغتی نباشه، یه چیزی دیگری باشه، قاطی شده، ولی من اینجوری خوندم هر لغتی شاعر دیده görmüşsüz bende gerek خیلی biz ağası var. وقف نهالیل بشر oturur ol. نمیتونم بخونم دیگه، خسته نشیم. این کتاب رو ازش بیرون بیایم. کتاب به نظر من از نظر ترکیت کتاب جالبی هست، ولی بیشتر یه تاریخ نامه هست از یه دیدگاه خاصی، از یه مکتب خاصی، حتی از یک فلسفه، از یک ایدئولوژی خاصی، از دیدگاه، از پنجره یک ایدئولوژی خاصی به تاریخ اسلام نگاه میکنه و میخواد اون رو قابل باور نشون بده و میخواد در هر حال حالا بریم کتاب دوم، وقایع نامه، ببینیم چقدر، اگه خیلی چیز شد اینو اگه نتونیم 1 ساعت 11-12 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم، یه 20 دقیقه با این کتاب مشغول باشیم. این کتاب آقایون در 292 صفحه نوشته شده. ببینیم اسمش از اینجا نوشته وقایع نامه، بعداً نوشته شده. معلومه که یه آدم پنته این رو نگه داشته. کتاب خیلی آسیب دیده. اول بشینیم یک نگاهی به کل کتاب بندازیم، ببینیم. کتاب قدش بلنده، قدش خیلی بلنده. من این کتاب ها رو قدیمی دیدم، قد بلند رو الان میگن چی؟ الان میگن صفحه های حقوقی، مدارک حقوقی رو مثل در کانادا من دیدم. اینو یادم نیست در ایران، نه در ایران کوچیک بود، A4 بود، مثلا قباله خونه A4. اینجا قباله خونه و یا مدارک حقوقی 2 برابر، کم مونده 2 برابر A4 باشه. در نتیجه این به همون قطعه خیلی بلندیه. حالا اسم داشت اینا، نمیدونم، یه وزیری میگفتن چی میگفتن، من دیگه اینها رو نمیدونم. این ببینید که مداد رو برداشتن و کتاب رو کاملا خط خطی کردن، همه جا دست بچه بوده بازی میکرده، آب ریخته شده کتاب. همه صفحه ها رو نگاه کنید با کتاب با مداد قرمز نوشته شده، کلمات و احتمالاً آیات و اینها یا فصل ها با مداد قرمز یا قلم قرمز جدا شده. اینجا اعدادی رو باهاش روبرو هستیم که نمیدونیم چی هستش. نه الان من نگاه بکنید دوستان، من نمیدونم این به چه زبانی نوشته، واقعا هم خیلی کوچیک کردم برای اینکه بتونم ببینم، تشخیص نمیدم. اینجا یه احمد پاشایی رو اسمشو دیدم. این وقایع نامه یعنی در مورد تاریخ دیگه. حالا در اینجا اسامی آدم‌های زیادی که در یک تاریخی وجود داشتن و نقش بازی می‌کردن، ولی کتاب خیلی آسیب دیده، خیلی آسیب. در این حال که این کتاب باید کتاب دولتی باشه یا یکی اینو دزدیده، نمیدونم برده خونش داده نسل‌های بعدی بدون اینکه ارزش این رو بدونن. مثلا من اینو خودم تو پدر بزرگ مادری من، یعنی پدر بزرگ مادرم، نه پدر بزرگ من، پدر بزرگ مادرم خدا رحمتش بکنه اسدالله بوده، اسدالله نام داشته و این دارای 7 روستا بوده. یعنی رفته کار کرده، بچه یتیمی بوده، خیاطی میکرده، درزی بوده و داشته کار میکرده در باکو. اینا پول جمع میکنه و تو عمرش هم خیلی کم کفش پوشیده برای اینکه بتونه پول جمع بکنه برای بچه‌هاش و برای خودش یه زندگی بسازه و از عملگی، از کارگری بیاد به یک جایی برسه که دارای شأن اجتماعی خوبی باشه و جایگاه مالی خوبی داشته باشه برای خودش و بچه‌هاش، برای آیندهشون کار بکنه. تا اونجایی که من شنیدم خیلی هم کفش نمی پوشید و خب به هر حال پول جمع میکنه و 7 روستا میخره. بعد که شاه محمد رضا پهلوی دوم میاد
زمین ها رو مصادره چیز میکنه، میگیره و بین روستایی ها تقسیم میکنه. روستاهای ایشون هم میگیره، به جاش از بانک کشاورزی یک کاغذهایی رو بهش میده که آقا این کاغذ پول تو هست، این تو این بانک هستش، این بانک با پول تو هر وقت خواستی میتونی بگیری، ولی داره کار میکنه، این پول سودش هم مال تو هست. من مثلا حدود بگیم که 25 سال پیش خونه یکی از دایی‌های مادرم بودم، دیدم که بچه‌ها دارن این هواپیمای کاغذی به هم پرت میکنن. اومد دستم، دیدم این کاغذ، منم روزنامه‌نگاری دارم میکنم با کاغذ، اینا خیلی حساسم، ببینم چیه اینا، هر کاغذی که دستم بیاد اینو لمسش میکنم، نگاش میکنم، رنگشو، کلفتیشو، نوعشو، اینا رو میخوام در بیارم، بخشی از رشته تحصیلی ما هست. این کاغذ اومد دستم هواپیما، من اینو دیدم، لمسش کردم، کاغذ خیلی مرغوبیه، خیلی مرغوب. گفتم این رنگش هم خیلی زیباست، این چی هست؟ باز کردم دیدم که این سهام زمین‌های پدر بزرگ هست، سهام زمین‌های پدر بزرگ مادرم هست، دست این دایی توی صندوق. گفتم اینو از کجا داره؟ گفتم صندوق خیلی زیاده ما داریم باهاش بازی میکنیم. گفتم بابا این پوله، این ثروته آقا، اینو گفتم. بعدش دیگه این صندوق نمیدونم چی شد، تمام این پول چی شد، این صندوق چی شد نمیدونم. ولی منظورم اینه که بعضی وقتا بچه‌ها به خاطر گذشت تاریخ ارز و قیمت این کاغذها رو نمیدونن و دست بچه‌ها باشون هواپیما درست میکنن، بازی میکنن، در حالی که اون ممکنه که الان مثلا اون زمین‌ها ممکنه که مثلا تریلیون دلار باشه. 7 روستا با اون عظمت، حالا حدود 100 سال نگیم 70 سالم بانک باهاش کار کرده، 1 تومن شده مثلا میلیارد تومن. یعنی مثلا فرض بکن اون زمان 100,000 تومن این آدم پول داشته، در 7 روستا رو دولت ازش گرفته 100,000 تومن. حالا این 100,000 تومن که 70 سال پیش بوده 100,000 تومن دلار بوده مثلا اینقدر، نمیدونم حالا سال 57 تومن بود، فرض بکنید که در سال 1300 مثلا 30 و چند، نمیدونم 43 44 زمین ها رو دولت چیز گرفته دیگه، انقلاب سفید کرده، 41 42 41 فکر میکنم تو این مدت، یعنی اوایل دهه 40 زمین ها رو دولت از خانه ها میگیره، بی ها میگیره و تقسیم کنه میده به ملت روستایی ها و بهشون پول میده، میگه که آقا شما پولتون اونجا هست، برید از بانک بگیرید. و این مثلا اون زمان فکر کنید، فرض بکنید که دلار بوده مثلا هر 3 تومن بوده 1 دلار. حالا اون 100,000 تومنی که احتمالاً شاید بیشتر این پدر بزرگ ما تو بانک داشته، بانک کشاورزی به عنوان سهام تو اونجا داشته، حالا بانک کشاورزی سهامش مثلا چی شده، چقدر بوده و پدر بزرگ ما چقدر سهم داشته و این سهم الان چی شده، اون مهمه. از اون طرف حالا فرض بکنید دلار بوده 4 دلار، 5 تومن 1 دلار بوده، حالا 100,000 دلار تقسیم بر 5 بکنیم میشه اون پولی که پدر بزرگ ما به دلار داشته یا به طلا میتونیم تبدیلش بکنیم، بگیم طلا داشته، این رو حالا ضرب بکنید به این روز که هر دلار مثلا 100,000 تومنه یا حالا یه ذره پایینتر بالاتر، ببینید که چه مبلغ بزرگی میشه. ممکنه که 1000 میلیارد تومان یا 10,000 میلیارد تومان پولش باشه، نمیدونم، یعنی خیلی، چون هیچ متاسفانه این دایی ما خدا بیامرز، نمیدونم خانمشون یا خودشون یا بچه هاشون با این چیزا چیکار کردن، بعدش هم هر چقدر پیگیری کردن که گردن نگرفتن و من گفتم آقا من میتونم اینو به پولش تبدیل بکنم، نه خودشون خوردن نه به ما دادن. من یادمه که به هر حال هم اون دایی خدا بیامرز آخر عمرش یه بیماری سختی داشت، سختی عمرش تموم شد و هم خانومش هم، یعنی همه ماها آدمای فقیری هستیم، اینو بپذیریم که ماها آدمای فقیری هستیم و پدر بزرگان ما هم که ثروتی برای ما گذاشته متاسفانه عقل اقتصادی نداشتیم که ازش استفاده بکنیم. ببینیم این کتاب چی هست. این کتاب اوایلش آقا افتاده، اینجا نوشته صفحه 1 اما درست نیست، این درست نیست، برای اینکه اولا بسم اللهش تموم شده، بعدش هم اینجا صفحه 11 رو ما میبینیم که صفحه 11 بوده، اینجا 34 رو میبینیم که صفحه 34 بوده،
یعنی این کتاب خیلی ازش کنده شده و از بین رفته و جمله ناقصه. بیگناه امرا و گزا دن و سایر ارباب مناسب دن. این احتمالاً قضاوتدن و سایر ارباب مناسبدن کم سنه ازل اولون میوب و مطلقا اینجا ازل احتمالاً باشه، صادر واقع اولور دور و بیر تهمت عظیمه ایله ازل اولنر بیر دخی که حال ایله منصب اولمزدی اول اجلدن جمله احکام عدل و انصاف له حرکت ادوب. من با دوست با آقای جناب اوغوز ترک داشتیم صحبت میکردیم در مورد قدرت چیست. ایشون در مورد نظر فلاسفی غرب در مورد قدرت صحبت کردن یه هفته. بعد هفته گذشته من صحبت کردم در مورد فلاسفی شرق و نظر اونها. منم تحقیقم در اندازه بود که اطلاعات اینترنتی داد، کتاب نخونده بودم. ای ها، این هوش مصنوعی ها اطلاعاتی که دادن در همون حد خواستم صحبت بکنم. و فرقی که اونجا من بین شرق و غرب دیدم یکی این بود که غربی ها که در مورد سیاست و قدرت صحبت کردن خودشون در قدرت و سیاست نقش بازی میکردن. شرقی ها به غیر از یکی دو نفر که در قدرت نقش داشتن همه بیرون قدرت بودن و منتقد قدرت بودن. خب یکی این بود. دومی که به نظر من خیلی مهمتر بود، در نگاه غربی ها عدالت یا وجود نداره، چیزی به نام عدالت. و مثلا اصلا تو کتاب اون ماکیاولی شاهزاده پرنس اصلا عدالت معنی نداره. ولی در تمامی دیدگاه های شرقی عدالت محور سیاست و قدرته. فرق بین شرق و غرب رو تو اینجا میشه فهمید که چرا ما ترک ها و مسلمون ها عرب ها اومدیم یه جهانی رو در اون زمان یه ملت هایی رو باهاشون جنگیدیم، خاکشون رو از فکر اونها آزاد کردیم، دعوت کردیم به اسلام و اینها، ولی ما اونها رو مستعمره قرار ندادیم. ما مثل همشهری خودمون که مالیات میگرفتیم، من اونها مالیات گرفتیم. اسم مالیات همشهری خودمون مثلا هستش خمس و زکات و از این حرفا. زکات خمس نیست، خمس مال مله هاست. 1/5 یعنی 20% چیزو میگیرن، مالتون رو ازتون مله ها میگیرن برای خودشون. زکات دینیه، این مله ها میخورن. خمس رو مال شیعه هست، چیزای دیگه هم ندارن. و بعد این حالا چی میگفتم؟ عدالت در اینجا از این کسایی که هم که مسلمان نمیشدن جزیه میگرفتن، اونم یه مالیات دوباره. یعنی اسم بر کسایی که مسلمونن اسمش از نظر شرعی، ببینید از نظر احتمالا مبلغی تفاوت چندانی با هم ندارن، احتمالش نمیدونم مطمئن نیستم، ولی وقتی از مسلمان میخواد پول بگیره برای حاکمیت، بره به خزانه دولت که برای صرف جامعه بشه یا صرف هرچی بشه، جنگ و اینها، اینجا اسمش زکاته. وقتی از یه کسی میگیره که مسلمون نیست، اسمش میذاره جزیه، جزا، یه چیزیه که برای مجازات اونها به کار میره. حالا این متفاوت بود. حالا ما در این کتاب اینجا متوجه میشیم که این آدم یه چیزی میگه آقا در حکومت ترک‌ها اگر یک تهمتی به یک چیزی واقع میشد و اگر این باید از حکومت عزل میشد و دیگه نمیتونید به کارهای اداری برگرده، میگه برای همین عدل و انصاف حرکت ادب، عزلدن خوف ادردی. میگه عدل و انصاف رو خیلی مراعات میکردن و از عزل افراد از حکومت یا کارشون خیلی میترسیدن، خوف میکردن. عزل خوف ادردی. و اگر بی تهمت بلا عزل اولورسم تهمت ایله عزل اولورسم bir dahi mansab yüzüm ben göremem yüz
منصب yüzben göremem، یعنی دیگه از این بعد من نمیتونم روی یه مناصب دولتی رو ببینم. دیگه خصال مذمومه ترک ederlerdi. میگه این خصال مظلومه رو در حکومت ترک میکردن. Bu فقیر سیروز گازیلیسی مرحوم جلالزاده توفیقی مصطفی بی منصوباتندن ایمش. حالا یکی بوده، حالا یا خود نویسنده هست یا یکی هستش بو فقیر، وقتی میگه یعنی خودشو میگه. اسمش احتمالاً سیروزه، نمیدونم چی هست. سیروز گازیسی مرحوم جلالزاده. این گازیسی این نمیتونه گازیسی باشه. مرحوم جلالزاده توفیقی توقبئی مصطفی بی منصوباتنده نیمش. حالا میگه که این خود حالا این آدم هست گاز چی بوده اسمش، این منصوب به این خانواده جلالزاده توفیق مصطفی بی بوده. منشآتنده gördüm. در کتاب این جلالزاده دیده که 15 سنه سیروز گازیسی اولوب. این سیروز یه منطقیه، قاضی حاکم شرعه، اون که محکمه میشه دادگاه میشینه، اون 15 سال در اونجا قاضی بوده. آب و فتوای حالا اینجا و اینجور دخیل امتزاج میسر علمیوب. حالا میگه به هر حال یه چیزی افتاده که آبشون آب و هوا دخیل امتزاج علمیوب. میگه که آب و هوای اون منطقه با مزاج این آدم درست در نیومده. اکثر اوقاتنده محتاج علاج olmuştur. اکثر موقع ها نیازمند دارو درمان بوده olmuştur. Bu جلالزاده مرحومه رجا نامه گندرب. اون برای اون مرحومی که بوده جلالزاده برای اون یه نامه نوشته. حالا این داستان رو شروع کرده از اول، داره توضیح میده که در سیستم اداری چه اتفاقی داشته میافتاده. این داره سیستم اداری رو و کسایی که در سیستم اداری دارن کار میکنن رو داره توضیح میده این کتاب. حالا بریم، چون نمیخوام خیلی تو این کتاب وقت بذارم، بریم صفحه 50 یعنی 100 رو. اینجا گفته 53. گفتیم که حالا 35 صفحه حداقل از این کتاب گم شده. این 53 یعنی 2 صفحه رو گذاشته یک صفحه حساب کرده. این الان 106 است. مسخر گشتن ولایت بصره. چطور ولایت بصره آزاد شده؟ من میگم آزاد شده. بو کلام ما نحن فیه جل معروزه کی بدیر. پادشاه کامیاب بغداد فتحینده و دیار بصره حاکمی مفاس oğlu یا مگاس oğlu امیر راشد ki neçə müddətdən bir و اول مملکت و ممالکده. ببینید بصره رو هم مملکت نمیگه ها، میگه ممالک. نگاه کنید، یعنی ما در گذشته ببینید وقتی میگیم ممالک ما مثل امروز میدونیم. تصور ما از مملکت بر اساس ذهنیتی که الان برای ما ساختن. در گذشته به این شکل نبوده دوستان. در گذشته هر خانی خودش یه ولایتی داشته، یه مملکتی داشته، در اونجا حاکم بوده و گاهی وقتا با خانهای اطراف دعوا میکردن، جنگ میکردن، خاکهای اونها رو میگرفتن، اونها رو میکشتن یا اونها رو تسلیم خودشون میکردن، به بیعت وعده میداشتن. یک کامپلکس بزرگتری میشد یا زمینشو به زور میگرفت، خودشو میکشت و زمینشو به زور میگرفت و میشد خان این 2 مرتبه، یا بعد هی قدرتش بیشتر میشد و تبدیل میشد. یهو میدیدی که برای حکومت مرکزی هم خطر شده، رفته اون حکومت مرکزی رو هم از بین برده. یه چنین اتفاق میافتاد. در نتیجه اول ممالکته اجدادی صاحب خطبه و سکه
اینها میگه که اونجا در اون ممالک بصره اجداد این آدم هم خطبه به نام خودشون در اسلام خطبه خوندن، این که مثلا میگیم صلی الله علیه محمد و آل محمد و مثلا میان خامنه اینا تو نماز جمعه اینا نشانگر قدرتشون، من الان اینجا حاکم هستم. خطبه به نام اون خونده میشه، یعنی که این آدم حاکم قدرت مطلقه در این منطقه است. و سکه ملوکیدن ایچن جناب پادشاه صفیه اظهار خلوص ادب. حالا در زمان دوره شاه صفوی شاه صفیه احتمالا نمیدونم حالا چیزا عثمانی یا شاه صفی داشته یا نه نمیدونم، احتمالا مربوط به چیز باشه، یعنی صفویه باشه، نمیدونم. به نظر من این اسم منو اینجا الان خیلی منکوب کرد، این احتمالا شاه صفی همین صفویه باشه. اظهار خلوص ادب طرفیندن مکاتیب و مراسلات و نوع بولمش ایده و احتمالا این نوع من اینجا میخونم نوع بولمش ایده مراسلات و نوع بولمش ایده sonra و دخی بغداد بگلرینه بگلری. ببینید بی به طور که ما میگیم بی به فارسی وقتی یا در ادبی می نویسن بیک. در یه منطقه چند تا بی هست و یه خان حاکم هست. بگلربگی اون با بالایی میشه، اینو معمولا دولت میذاره. اون بگلرها چیز بگیم که طبیعی اجتماعی هن، قدرت های طبیعی اجتماعی هن. یعنی خود آدم کار کرده، زحمت کشیده یا از پدرش به ارث برده یه زمینی داره، این بی اونجاست. ولی اون بگلربگی رو دولت مرکزی میذاره برای اینجا که برای این خانها از این دستور میگیرن، مالیات رو هم به این میدن. بگلربگی حسن سلوک ادب حسن سلوک ادب عافیت مانع نام اغلونی و وزیری امیر محمدی و قاضی اسکرینی بدوی و طریقی و عربی اتلر و گوناگون گامشلار و صدف زی قیمت لولولری و مرجانلری و گندهاری و مرمر شاهی و دست شاهی و ستارلر و هندی پیشکشلر و انواع تگاریق مر بنا اینلر ایله. حالا این دیگه من اینها اسم یه چیزهایی هستش که مربباب و شیشه عطریات و بخورات و مشک از فرا بله بسره مفاتیحلرین دخی الهاف ادب اهدا ادلر. حالا میگه که دیگه خیلی سوغات و اینا که الان وقتی در ادبیات ایران صحبت میشه میگن رشوه دادند. در اون زمان این رشوه حساب نمیشد، چون که وقتی یک کسی به قدرت میومد دیگران میومدن به دیدار اون اظهار بندگی میکردن و بهش تحفه هدایا میدادن، قدرتش تقویت بشه و خودشون رو به رسمیت بشناسه. یعنی وقتی تحفه میداد میگه قدرت منو در منطقه من به رسمیت بشناس دیگه، من شما رو قبول کردم، تبریک دارم میگم. بعد بخواد علاوه بر تبریک دارم این علاقه و تسلیمیت درونی خودم رو با دادن یه هدایایی به شما اثبات میکنم، شما هم قدرت من رو در منطقه به رسمیت بشناس. این رابطه بود که رابطه حکومت با چیزی که متاسفانه مثل الان که در ایران شنیدیم که دیگه شورای نگهبان و اینها میفروشن پست های نمایندگی و پست های غیری رو، با اینها قابل مقایسه نیست. بریم صفحه 100 این کتاب که میشه 240
چیز ببینیم که اینجا چی هست. 100 یه مقدار کوچیکش بکنیم ببینیم که اینجا چه چیزی میتونیم ازش ببینیم. این 99 اینجا 100 اینجا 100 این میشه 200 صفحه کتاب. البته این دیگه 292 صفحه گفته هستش. والا من اونجا اون صفحه منو به چیز نگه داشت که نکنه اینجا این کتاب در رابطه با من در تاریخ هم بی‌سوادم. در چیزی واقعا نمیدونم که مثلا پاشا لقب فقط عثمانی ها دولت مردان عثمانی بوده، دولت مردان ارشد عثمانی بوده، یا اینکه در آذربایجان و در ممالک محروسه صفویه هم رایج بوده. در نتیجه خیلی قاطی کردم الان. روی اولان مصطفی پاشا دورچی bir sene müqəddəm bu sənədə Qurpa qələsin fəth etmişdi və bəydən Ziyadkənd və qulləri ilə padişahı salamıyıb ondan Qaraman میرمیرانی بدون محافظه‌سینه göndərilib. حالا این آدم اومده یه قلعه رو فتح کرده و گلدریله یعنی از بیدن زیاده کندو گلدریله یعنی با یاران خودش که اینجا گلدر یعنی زیردستان، کسانی که زیر فرمان ایشون بودن. گل در اصل ما به معنی عبد و بنده، ولی در زبان ترکی به معنی زیردستان هستش. زیردستان، نه به معنی بنده زرخرید. گلدریل پادشاهی سلامیوب آندن سلامیوب اینجا حالا من نمیدونم به اون زمان سلامیوب گره باید می نوشت یا سلامیوب. آندن گرامان میرمیران یه رتبه هست ظاهرا. گرامان هم یه چیز هستش که الان فکر میکنم، الان من کاملا مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم در روسیه با کجا داره اوکراین، یه بخشی از اوکراین فکر میکنم گرامان هستش. فکر میکنم الان در اشغال ترک‌های گرامان، فکر میکنم در اشغال سرزمین ترک‌های گرامان در اشغال اوکراین باشه که الان روسیه اشغال کرده. گرامان هم اوکراین هم میگه که اینو باید آزاد بکنید و از این حرفا. آندان گرامان میرمیرانی، میران یه لقب اداری هست. بدون محافظه نه. حالا این میرمیرانی چی؟ بدون که نمیشه قطعاً. این یک کلمه ترکی هست که من نمیتونم بخونم. یدون میرمیرانی یدون محافظه سینه göndərilib و اول ستونی بلغراد گربنده گل باشنده oturup. میگه که حالا این میره به اون بدون محافظت، احتمال بدون محافظه سینده göndərilib یعنی بدون اینکه مأموری کنارش باشه. احتمال میگم این بدون باشه. بدون محافظه سینه göndərilib بدون محافظ فرستادن. و اول ستونی، حالا اون یه ستونی که بلغراد امروزی، در بلگراد امروزی میخواد از بلگراد بره به گرامان دیگه. بلگراد هم فکر میکنم که الان در بلغارستان هستش. اونجا گربته گل باشنده oturup در بالای یک گل یه جایی که آب جمع بشه مثل استخر و بهش میگیم گل. طبیعیه، استخر نیست. استخر دستساز بشره. این گل ممکنه که طبیعی باشه، البته ممکنه که دستساز باشه. اینو بگم که چون ما هر چیزی که بتونیم آب رو در اونجا جمع بکنیم برای استفاده های مختلف بهش میگیم گل. طبیعی هم باشه گل، حالا بین دره باشه، بین بالای که مثلا تو ساوالان بالای در کوه هستش، اونجایی که آتش فشان بوده و خالی شده آب جمع میشه، اسمش ساوالان گل بوده. حالا اسم دقیقش هم نمیدونم.
Başında oturup ol canileri محافظه مأمور oldu. میگه که مأمور شد که اون جانی ها رو محافظت بکنه و bu منزلده روم ایلی میرمیرانی شمس پاشا قلعه‌ای müqəddəm محاصره تعیین olunub و میترس احوالینه یا منرس احوالینه عالمدür. حالا اینا دیگه میبینید که داره تاریخ رو میگه که چجوری قلعه فتح شده. اینا تاریخ فکر میکنم عثمانی، دیگه ربطی به چیز نداره. حالا اینجا دوباره کلمه پادشاه رو دیدیم، ببینید چیه. پادشاه مغفورون و وداع ملک فانی ادب سلطنت جاودانی یا عظیمتی در سنه منه عظیمتی در سنه منه. حالا این چیه؟ شاه اینجا فوت کرده و از ملک فانی سلطنتش رو رفت از به سلطنت جاودانی دائمی. در مورد اون داره اینجا چون حکمت ربانی پنجه شیر اجلدن گاندن فانیدن گافه حکمی جاری اولان پادشاه زیل اقتدارلری خلاصه چاره بول میگه پادشاه لایزالیدن ما ادا باقی علم مغله پادشاه مغفور دخی فتح قلعدن 2 gün اقدم ماه مزبورun 22. gecesi ki پنجشنبه gecesi idi ساعت 9'da. ببین در اون زمان ساعت وجود داشته، دقیقاً ساعت رو اجا میگه. ساعت 9'da ارجعی الی ربک امرنه جان آتوب ترک سلطنت فانی ادلر. حالا در اون قلعه بوده، وقتی قلعه رو تسخیر میکنن ظاهرا من اینجوری فهمیدم، حالا نیاز داره که یه بار دیگه آدم بخونه تا بفهمه که قضیه چی هست. 2 gün بعد 2 روز بعد از این فتح قلعه این شاه چیکار میکنه؟ تاریخش هم دقیق میگه، ساعت 9 شب گفتش دیگه اگر اشتباه نکنم. روز پنجشنبه 21 شب پنجشنبه 21 ماه اقدم مزبورون 22. gecesi. حالا اون ماه رو چی گفت من یادم نیست. ابدی ساعت 9 شب ارجاعی الی ربک امرنا اطاعت ادب ترک سلطنت فادی ایلدی رحمه الله علیه واسعه. پس وزیر اعظم جلیل محمد پاشای طویل بو سری اختفا تقید تامه ادب. یعنی این رو شاه که مرحوم شد، وزیر که اسمش جلیل محمد پاشا هستش میگه این رو به شکل یک سر بسیار مخفی نگه داشت. حتی وزرای سایر دخی واقف اوله مدلر، حتی به دیگر وزیرها هم نگفتش که شاه مرده، بیت اینقدر سری نگه. ancak رئیس الکتاب اولان فریدون بگ آشنای سر olup. اما فریدون بگ که رئیس کاتاب بوده، دربار کاتبانی داشته که حوادث رو می نوشتن یا نامه ها، بالاخره به زبان های مختلف باید نامه ها نوشته می شد، فرمان ها نوشته می شد. اینا هر کدوم یه کاتبی داشته، یه زبان یه کاتبی داشته. میگه که یکی از اینها که به شاه نزدیکتر بوده، رئیس الکتاب اولان فریدون بی آشنای سر رو به سر آشناس زبان قلم دخی واقف المقصزین، یعنی بدون اینکه به قلم بنویسه، زبان قلم بدون اینکه بدونه، خیلی زیبا نمیشه. دخی واقف زبان قلم دخی واقف المقصزین، بدون اینکه زبان قلم هم بدون، یعنی ننوشت. خیلی شهرزاد وارث سلطنت تحریر و بیر آن اقدم
و یراق اقدم اردوی همایون طرفینه وصولینی تأکید اولونوب حسن حسن چاووشنام سبا رفتاری ایله ارسال اولوندی مشار الیه دخی راحت و آسایشی ترک و غیرت گشاغن برک ادوب. خیلی زیبا می نویسه، خیلی زیبا. هم کتاب ببینید اصلا خیلی زیبا می نویسه. ما چقدر بی سواد موندیم. ببینید آسایشی ترک و غیرت گشاغنی برک ادوب. این کلمه رو سکتو آردن سکیزینی سنتو آردن احتمالاً این یک اصطلاح خاص نظامی هست. سکتواردان سکیزینجی گünde کوتاهیه واصل، از اونجا اسم مکان شد. حالا اینجا سکتواردن سکیزینجی گünde 8 روز طول کشیده این آدم بدون خواب و فلان کوتاهیه که مرکز پایتخت عثمانی بوده در اون مقطع واصل و تلخیص تسلیم و تلخیصی یعنی اون نامه رو که حالا گفت ننوشته ولی نوشته بوده تسلیم ادرکن التفات عظیمه نائل اولدی، از طرف این شاهزاده به التفات بزرگی بهش شد. پس شهزاد اونجا هم اشتباه خوندم، شاهزاده دیگه، شاهزاده عالی جناب حضرتلری دخی ترک خواب استراحت ادوب. ایشون هم دیگه 8 روز باید بتازه روز و شب. توکگوزینجی جونی دارالسلطنه قسطنطنیه گلوب اومد رسید به استانبول گلوب و ماه ربیع اولادون توکگوزینجی günü تخت سعادت بختلرین جلوس همایونلری تشریف ادوب. حالا در نهم ماه ربیع الاول günü بر تخت سلطنت جلوس تشریف ادوب آستانه لر شیخ الاسلام و موالی اعظام و سایر اعیان بیعت همایونلری لتقبل سریر عالم مسیر ایله حجرات بنا ایتمیشلر. خب حالا دیگه اینجا متوجه شدیم در مورد سلطان این اصلا در مورد حوادث روزگار چند پادشاه رو داره به ریز جزئیات نمیدونم این کتاب شاید جزو کتابایی باشه که در دوره آتاتورک فروختن به خارجی ها، آتیش زدن و از بین بردن و حالا چند 70 تن چقدرشون برای اینکه ببرن در خارج در بلغارستان به کاغذ خمیرش بکنن، به کاغذ تبدیلش بکنن فروختن به اونجا. خیلی چند صد تن فروختن به اونا و در اونجا وقتی میخواستن خمیر بکنن یه خانومی اومد کتاب خیلی عجیبه، دید این اسناد دولت عثمانیه که آتاتورک فروخته و این خانم یا اون دانشگاه یا اون مرکز پول جمع کردن و اینها رو خریدن دوباره با قیمت بیشتری، به جای که از آتاتورک بخرن، از دولت آتاتورک بخرن، رفتن از دولت بلغارستان به قیمت گزافی خریدن و این رو حالا بخش مهمی از آرشیو دولت عثمانی دست دولت بلغارستانه. به هر حال ما با یه چنین وضعیتی روبرو هستیم. برای اینکه تاریخ ما رو، کتاب‌های ما رو از بین برن، افرادی از خودمون اومدن حاکمیت کردن و کتاب‌های ما رو، مدارک آرشیو ما رو، کتاب‌های ما رو، کتابخونه‌های ما رو از بین بردن و برای اینکه ما هم بی سواد بشیم یک شبه زبان ما رو تغییر دادن و ما تحقیق اجمال چیچی شب و گچا و اژدرخان altı yarımune و جنابی افندی altı parmak اسمشه، altı parmak و جناب افندی و تیمورنامه ده تحریر اولندوغی üzere دشت و گیچاقن طرف جنوبیسی بحر گلزم و بحر بیتشچی گره و کزنامیله گره کته
Gerekend ehtimalen Gereken namıyla meşhurdur. Bu iki bahr amiğin başı Gürcü ve Cerkesi sakin, Cerkes ehtimalen Cerkes sakin oldukları mahallidir. Zaman sabıkta mabeynilerine sedid çekmiş idi. İla الان اکثر برنده آثار birinde asar bina zahirdir ki bu sed İskender ve Benur Gazi tefsirinde Dinur Gazi tefsirinde İbn Abbas rivayetiyle bir hadis-i şerifide babın Sidd A'zami ve delalet Cebrail ile İskender Zulgarneyn'in ve taraf ahirini Nuşirevan bina etti diyor, tasrih etmişlerdir. حالا یه جایی در صحبت میکنه که این رو اسکندر و زلقرنین و از انوشیروان و اینا این ستا این صد رو ساخته بودن. داره در مورد به یه تاریخ اشاره میکنه که معلوم نیستش که چی بوده. دوستان خیلی طولانی شد. کتاب‌های امروز بسیار جالب هستن، هر کدوم به یه موضوع خاصی تخصصی هستن. عثمان پاشا ایله امام گلی خانن جنگی و انهزامی، در مورد عثمان پاشا صحبت میکنه که با یا امام گلی خانی بوده که باهاشون جنگیدن و اون امام گلی خان شکست خورده. فکر میکنن این از اونجایی که اسمش امام گلی خان هستش این باید دولت صفوی باشه. حالا یه تاریخی هم اینجا گذاشته 182، اینم سنه. اینجا البته یه چیزی 991 هستش، انهزامی سنه 991. اینجا هم یه 182 گذاشته، نمیدونم این چی میتونه باشه، چون سلسله askerinden فرار edenler gelip واقع حالی بیان ettiklerinde بالا داستان حالا یه کیفیتی داشته دار بالا ادامه داره که حالا این از سربازانی اسکرهایی از که زنده موندن فرار کردن و اومدن gelip واقع حالی بیان ettiklerinden زمره سلحداران و غیری البته عدودن انتقام alınmak lazım oldu ve bu ikdam abedince Osman Paşa eliyle bunların bu kadar güzeşte mevacibleri olup ve bilmedikleri yüzü olmayıp ve zahire dahi muzayige olmağın bazı üzrü peyda ettiğince cümlesi ittifak üzere 3-4 aya kadaresinden ulufe talep etmez ve zahire için گفتگو olunmaz. Her ne vecih ile mümkün olursa Xuda eğer yümdür geçiniriz. Bir de başımız var o uğruna feda ederiz dediklerinde Osman Paşa şükrü Xuda edip bunlara duadan sonra hemen mah mezburun şamam tamam 6. günü Teymur kapıdan çıkıp sahrada nasb xiyam nusret enzam edip ve 18. günü Baştepe nam mahalle Gonduk'da Kızılbaş'ın bale اینجا با Kızılbaş روبرو میشه میاد در اینجا Kızılbaş'ın dahi alayları göründü. Haman dem Rum ili ve valisi Çerkes Heydər Paşa Bey eyaleti askeriyle sağ kole ve keffe valisi
Kefe valisi Cafer Paşa'yı sol gola tayin edip ve kendileri dahi xeyr و meymenet ile şehrtiyab olan 30 başını mütecavüz سپاه tene sevar olup qalb askere sabit gedem olup ve bekbeceri dilaverlerini gat endergat hükünde saf edip ve 30'den ziyade zerbezenlerin dizüp ve silahdar zümresini kendi gullerinde elem ve bine vaz etti. Dibine vaz ettikte altında ki asb siyah şirnecad müttesil na'reler örüp ve işnub güya a'da üzerine şitab etmeke can verdi. Kendisi bunlar şükrü yazdan edipler zira ol اسب میمنت افزار بود. حالا اومده داره میگه که خودش رفته و خود این آدم هم 30 نفر کشته و از این حرفا. به هر حال ببینید این امامگلی olurlarıydı. Pes اعدا tarafından dahi İmam Guli Khan ve Şah Guli Khan ve guller ve gurbeciler mukabili Osman Paşa'da ve Rüstem Khan İbni Hesam Khan mukabile Heydar Paşa ve İbni Burhan ki Muluk Şirvan'dan olup bu canipten rugerdan olmuş idi. Mukabile Cafer Paşa'da durup iki taraftan çarxı cibler cevlan etmiş. Çarxıciler cevlan etmeye başlayıp akşamettekin cenk ve harb mütemadi olmağın meş'eller fruzan olup nisfül leyle dek elleştiler. Wow. من اینو شاید مثلا 50 سال بود نشنیده بودم. بعد ایرلوب tarafından garavuller çıkıp asker etrafın dolaşıp ve İrensi dahi seşembe olmakla tahir olunup tamam kendileri ve hayvanları ve beklenip çünkü yevm erbe'e gelip sabah azanları okunup adayı namaz olundukta yine kel evvel tarafından ya kelavul tarafından saflar kurulup cenk ve harp müşted olunacak ama Cafer Paşa golünden inhizam sureti numayan olacak könsünden bayrağı Rum eli gazileriyle nefs vahid gibi Kızılbaş'a tokundukta khah yüzlerin döndürdüler. Pes her taraftan İslam beyrekleri bürüyüp her gazi bir şیر جیان و فلان. حالا دیگه داره توضیح میده. حالا من میخواستم ببینیم که این چیچی گلی خان چجوری شکست خورده. متاسفانه نتونستم ادامه بدم برای اینکه خیلی دیگه این برنامه طولانی شد. حالا ببینیم آخر کتاب چجوری تموم میشه. سردار سینان پاشا به جانب انکروس bu serdari bey bir senesi olup ve yığma tarihi bu seneden bir sene müqeddem beda etmekle bundan aşağı tahrir olunmak tahsil kılındığından ölmekle tarih mezbur müracaat oluna.
خب حالا اینجا دیگه از اینجا به بعد میگه داستان یه چیزی دیگه 1 سال قبل از این میگه از فلان کسی که شروع به کار کرد، این دیگه بمونه برای تاریخ مزبور، یعنی به تاریخ این آقا مراجعه بکنید. این تاریخ حرره مصطفی طالب، اسم نویسنده مصطفی طالب، کاتب سلطان سلیم. این آدم کاتب سلطان سلیم بوده، نویسنده که اسمش هم مصطفی چاتب، مصطفی طالب چاتب. این آدم یک کتابی هم ازش یه جای دیگه خوندیم، من دیروز یا پریروز بود یک کتابی از این آدم خوندیم، 1207 و کلمه چی اینا دیگه نتونستیم بخونیم، کتاب تموم شد. پس حداقلش اینه که ما میدونیم این کتاب رو در زمان سلطان سلیم نوشتن، در 1207، یعنی 240 سال پیش این کتاب نوشته شده به ترکی خیلی زیبا. میگن آقا عثمانی و نمیدونم، آقا عثمانی به زبان خود ماست دیگه. من اینجا زیاد تفاوتی بین لهجه قرداغ و اردبیل و زنجان و ترکای تهران با چیز ندیدم، با عثمانی ندیدم. خیلی کتاب. خب دوستان، خلاصه در 2-3 دقیقه امروز 3 کتاب رو دو کتاب معرفی کردیم. یکی مهرنامه جعفری هست. جعفر اسم یه نویسنده هستش که خودش عضو یه شیعه هست و عضو یک طرفدار یک تفکر خاص یا فلسفه خاصی هستش که این رو به داخل تاریخ میبره و تاریخ رو بر اساس این تفکر و این فلسفه یا این ایدئولوژی بازسازی میکنه و از نو برای خودش یا برای طرفدارانش یا برای شیعیان یه تاریخی جدیدی مینویسه. خب این کتاب کلن شعره، بر اساس شعر. من به نظرم این کتاب ارزشش مثل کتاب فردوسی هست، چه اون شاهنامه هست، این میتونیم بگیم که امام نامه، ولی اسم کتاب رو گذاشتن وقایع نامه. نه این وقایع نامه نیست، ببخشید، این مهرنامه نیست، مهرنامه جعفری که داره درباره خیلی تا اونجایی که خوندیم این ور اون ور خیلی غلو میکنه دیگه. به شیعه هم میگن غالی، یعنی شیعیان که بسیار کاه رو کوه میکنن. از یه مورچه نه تنها فیل، ممکنه که یه کوه بسازن، یه حیوانی مثل کوه بسازن به اون بزرگی. کتاب در 442 صفحه تمامی مطالب بر اساس شعره، خیلی زیبا این کتاب نوشته شده، خط خانایی داره، به غیر از این که در آخر کتاب حدود 10 صفحه رو اختصاص داده به تشکر از کسانی که ازش حمایت کردن و اینها. به نظر من خب اسم نویسنده هم هستش، چی بود؟ المشرف کاتب الحروف خاکپای ارلر البته درویش حاج سلیمان هستش که شیخش هم هست فتحالله افندی که خلیفه شیخ بالاتریه به نام ساچله حسین. خب این در مکتب اون آدم نشسته و این کتاب رو نوشته. کتابی هستش که در خدمت ایدئولوژی تشیع افراطی هستش. کتاب دومی که امروز خوندیم 292 صفحه هست، اسمش از وقایع نامه که گفتیم در دوره سلطان سلیم در 1207 نوشته شده، یعنی تکمیل شده، نه اینکه نوشته شده، در اون سال تکمیل شده. این کتاب جزئیات اداری و فتوحات دوره شاهان مختلف رو با جزئیات بسیار ریزی توضیح داده، جغرافیا رو توضیح داده، افراد رو توضیح داده، مقام ها رو توضیح داده، استراتژی های جنگی رو چجوری و در چه ساعتی. ببینید در این روزها ساعت وجود داشته برای اینکه دقیقاً روز و ساعت رو خیلی دقیق اعلام میکنه. خب این که ساعت اختراع چه کسی بوده این دیگه یه حرف دیگر است. در اصل این کتاب وقایع
چند پادشاه رو به صورت بسیار زیبایی نوشته. شیرین، خیلی زبان سختی رو به کار نبرده، قلم خیلی راحته. من بی سواد که در زبان ترکی بی سواد مطلق هستم میتونم این کتاب رو با یک ذره زحمت بخونم. خب قاعدتاً کلمات نظامی، کلمات اجتماعی، کلمات محلی، کلمات جغرافیایی وجود داره، کلمات تاریخی وجود داره که من باهاش آشنا نیستم، در خوندنشون به مشکل برمیخورم. خب از طرف دیگه با زبان ترکی، به خصوص با زبان دستنویس که نوشته شده هم مشکل دارم، در نتیجه یه مقدار سخت خوندن، ولی خب به هر حال این کتاب رو میشه خوند، میتونم بخونم. راستش بخواید من خیلی لذت بردم، هم از دیروز اون کتابی که خوندیم به نام تعقل و هم امروز از این دو کتاب، به خصوص از کتاب دوم که تاریخ مربوط به تاریخ و توش ممکنه اغراق باشه. ببینید این هم کتاب سیاسی هست، کتاب جانبدارانه هست که داره در مورد عثمانی می نویسه. بالاخره وقتی پیروز جنگه طرف مقابل رو تحقیر میکنه، کوچیک نشون میده. حتی اگر اردوشون مثلا 10,000 نفر بوده ممکنه بگه 100,000 نفر شکست خوردن، یعنی اون رو بزرگ میکنه تا عظمت شجاعت و دلیری و رهبری و استراتژی و فکر و نقشه ترک‌های عثمانی در مقابل غیر ترک‌ها یا ترک‌های دیگری که شکست خوردن. چون ترک‌های عثمانی که همیشه با دشمن غیر ترک نمی جنگیدن، در داخل در همین کشورهای اسلامی که امروزه وجود داره 40 و چند تا، در اینجا ترک هایی بودن که تسلیم عثمانی نمی شدن. خب عثمانی با اینا می جنگیدن. در اینجا هم طرف مقابل رو ممکنه که اردوش رو زیاد نشون بدن و اردوی عثمانی رو کم نشون بدن، اما نشون بدن که اون طرف شکست خورده، برای اینکه اینها یه جسارت، یا اردوی عثمانی رو زیاد نشون بدن در مقابل اون که اردوش کمه مثلا. این در تاریخ خیلی باهاش کار شده، یعنی اینجوری. و در ضمن چون اعداد رو هم شناخت دقیقی از اعداد بعضا نداشتن یا نمیتونستن مثلا بگن که آقا این چند نفر داره این آدم، ممکن مینباشی باشه، یعنی 1000 اسمش 1000 فرمانده 1000 نفر مینباشی، اما ممکنه که زیر دستش 10,000 نفر باشه یا ممکن 100 نفر باشن. یعنی بنا به مصالح روز اون مهم نیستش که اسمش مثلا چیز باشه. ممکنه که بگیم لشکر، وقتی لشکر میگیم ممکن 10,000 نفر لشکر باشه، ممکنه 1000 نفر هم لشکر باشه. مونده که در اون مقطع تاریخی وضعیت و نیروها چجوری تقسیم میشده. ولی به هر حال یعنی اغراق در تاریخ حتما وجود داره. وقتی یکی شکست میخوره حتما اون تحقیر میشه، قدرتش از نظر دینی، ایمانی، سلاح، تجهیزات، شجاعت، اخلاق، رفتار، دین، اینها از جوانب مختلف ممکن تحقیر بشه و اینی که قدرت رو دست گرفته حتما از نظر اخلاقی، رفتاری، فکری، نظامی، استراتژی، مال و ثروت و اینها بهش قوت داده میشه، بیشتر نشون داده میشه. به هر حال به نظر من این کتاب دوم به خصوص ارزش خوندن بسیار داره، بسیار بسیار ما رو با تاریخ حداقل اداری عثمانی آشنا میکنه. این تاریخ اداری هست، این تاریخ رسمیه، این تاریخ طرف پیروز در جنگه و برای ما خیلی چیزها رو میتونه در مورد تاریخ بگه که ما نمیدونیم یا نخواستن بدونیم، همونطور که اینجور کتاب ها رو هم نخواستن بدونیم. متاسفانه نمیدونیم این کتاب در کجا نگهداری میشه. من تلاش میکنم که حالا یه جوری این کتاب رو، خب به هر حال امروز برنامه در همینجا تموم بشه، به نظرم بهتره. همه شما رو به خدا میسپارم، به امید دیدارتون در روز دیگر.